در ورزشگاه شهر باختر مراسم کلچگزانی صدها سرباز نو برگزار شد. رئیس خطلون گفت این ولایت در روز اول دعوت بهاری نقشه را اجرا کرد. این دعوت دوم است که جوانان دلاور و غیور اختیارا به صف ارتش پیوسته نقشه دعوت در ولایت خطلون در روز اول به پرگی تامین می‌گردد که این تشبث در سالهای استقلال دولتی در ولایت پدیده بی‌نظیر است. رئیس ولایت افزود که اکثر نوسکران با خواهش خود به خدمت می‌روند. اینچنین در برخی ناحیه‌ها آنها را به کورس‌های رانندگی جلب کرده برایشان شهادتنامه رانندگی داده‌اند. پدر و مادران نوسربازان نیز در نزد بینای کمیسریات حربی جمع آمده فرزندانشان را گسیل کردند. خدمت خوب کند، جای نقد برآمده. 2 سال خدمت وطن را کرده بیاید. سالهای پیش شکایت‌ها از سرباز شکار و یا ابله بیشتر بود. اینچنین ختم کنندگان دانشگاه‌ها را نیز پیش از ختم دانشگاه مجبوری به خدمت جلب می‌کردند. اما والدینی که امروز در مرکز ولایت قرار داشتند گفتند که کسی فرزند آنها را مجبوراً به خدمت جلب نکرده است. با سری بالان براو با سری بالان خدمت کنه با ادا کنه خدمت وطن تاجیکستان. ما رضا هستیم با وطن تاجیکستان با ملت خودم خدمت میکنم. ولی برخی خانواده‌ها در صحبت‌های غیر ویدیویی میگویند مقامات آنها را مجبور کردند که پسرانشان را از روسیه فراخوانند. پدری گفت که پسرش نه و با پول قرض به مهاجرت رفته بود و حکومت ناحیه فرخود برای او بلیط بازگشت گرفت تا به ارتش رود. در بعضی ناحیه‌های دیگر تاجیکستان با گفته شارحان پایگاه‌های اجتماعی خانواده‌ها را دعوت کردند که پسرانشان را به ارتش دهند. وعده شده است که به چنین عائله‌ها کمک کرده خواهد شد. اخراج زیادی مهاجران از روسیه نیز و بهبودی دعوت امسال تاثیر داشته است. حالا ولایت خطلون 210,000 نفر ذخیره جوانان خدمت حربی را دارد. بعد از دعوت بهاری نوبت به دعوت تیر ماهی میرسد.